با افتخار 25 سالگی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در مرکز ویلایت سوغد شهر خوجند جمع‌آمدی تنتنوی برگزار گردید. چورابینی مذکور در کاخ فرهنگی به نام ابو عبدالله رودکی مرکز ولایت با شکوه و شهامت خاصه برگزار گشت. در جمع‌آمدی تنتنوی کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان وطنزاده محمد علی محمدالله ساکنان ولایت سوغد را از نام اصولگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مناسبت سنه فرخنده تبریک گفته ابراز داشت که قبول کنستیتوسیای تاجیکستان حساب استقلال از جمله مهمترین رویدادهای تاریخی نوین خلق تاجیک و دستاورد بزرگ مردم جمهوری محسوب می‌یابد. رئیس ولایت سوغد رجبای احمدزاده نیز حاضرین و همه ساکنان سربلند و وطندوست ولایت را با مناسبت 25مین سالگرد روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مبارکباد گفت. رجبای احمدزاده ذکر داشت که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان که قبول آن توسط کوشش‌های ثابت قدمانه و هدفمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در عین تشنج افزای جامعه بین الخلقی و وضعیت دشوار آغاز حساب استقلالی 6 نوامبر سال 1994 صورت گرفت. قبل از همه تمامیت ارضی تغییر ناپذیری نه تنها شکل اداره بلکه موهیت اصلی دولت تازه بنیاد تاجیک را در مسیر حقوق بنیادی، دنیویت، اجتماعی و نظام دموکراتی معرفی نمود. باعث ذکر است که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان از لحاظ مضمون و محتوا فراگیر کلی مسائل سیاسی و اجتماعی، اقتصادی، امنیت و ثبات جامعه و شهادت دولت و دولتداری مردم کهن بنیاد تاجیک و معیارهای اعتراف گردیده بین المللی بوده، همچون تجسمگر امروز، دورنما و پیامدهای فردای ملت، بیانگر آرزو و آمال و آرمانهای خلق تاجیک در مسیر اعمار تاجیکستان آزاد و آباد و پیشرفته و مترقی در ردیف مملکت‌های در راه رشد قرار داشته مورد اعتراف جهانیان گردید. 25 سال می شود که ما تحت نشانداد و مقررات کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان زندگی و کار داریم و این 25 سال سالهای کامیابی و دستاوردهای بزرگ در روند بنیاد دولتداری نوین تاجیکان بود و تحکرسی آن را محض این کنستیتوسیه داشته است. در کنستیتوسیه ساختار دولتداری ما، حقوق و عهدهداری و وظیفه‌های شهروندان، همچنین دیگر مقرراتی که از چنین سند دولت برنامه نشان داده شدند 3 مراتبه به تغییرات به کنستیتوسیه تغییرات و اضافه وارد کرده باشد. این سند دولتداری ما خیلی مکمل و با مضمون گردید و در قطار یکی از بهترین کنستیتوسیه‌های جهان جای گرفته است و امروز ما کوشش کرده ایستادیم که آینده درخشان خود را بنیاد کنیم. همه با سازندگی بنیادکاری مشغول هستند و دستور نشاندادهای سروری دولت در مورد خودشناسی خودملی امروز در حیات ما سرمشق اساسی گردیده است. در ادامه چورابینی در وضعیت تنتنوی به یک قطار راهبران مقامات حفظ حقوق ولایت سوغد سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت تقدیم گردید. برنامه جالب اهل صنعت و فرهنگ ولایت که فراگیر موضوعهای وطندوستی و صلح‌پروری بود به جمع‌آمدی ایدانه شکوهی تازه بخشید.